اینجا اسمش هست هینزل هاوس. So we're gonna say a prayer. What's that? No. The most evil houses in the world. Whatever you're doing to me, you need to stop doing it. Right. یه خونه وسط جنگل، نه همسایه‌ای، نه روشنایی، نه صدایی جز صدای وزش باد بین درخت‌ها. یه خونه که هیچ کس نتونست توش بمونه، نه کشیش، نه جنگیر، نه حتی پلیس. امشب قراره با هم بریم به یکی از تسخیر شده ترین خونه‌های جهان، جایی که حتی خبرنگارهایی که واسه مستند رفتن اونجا نصف شب مجبور شدن فرار کنن. این خونه توی منطقه هینزل توی ایالت نیویورک آمریکا قرار داره. ظاهرش معمولیه، یه خونه چوبی ساده قدیمی تو دل جنگل. ولی چیزی که باعث شهرت این خونه شده یه داستان نیست، ده‌ها مورده. مردم محلی میگن اونجا نفرین شده است. ماشین‌هایی که نزدیک اون خونه میشن خاموش میشن خود به خود. شب‌ها از داخل خونه صدا میاد در حالی که کسی توش نیست. و بارها با پلیس تماس گرفته شده که یک نفر توی خونه داره داد میزنه، ولی هیچ کسی اونجا نیست. The stuff outside is what we had to rely on with a night like this. Like, us going outside. Here's the thing, I think... That wasn't you? It's not me. The stuff outside is what we had to rely on with a night like this. Like, us going outside. Here's the thing, I think... That wasn't you? سال 1973 یه خانواده به اسم دندی به این خونه نقل مکان میکنن. مادر خانواده میگه از همون شب اول احساس کردیم یه چیزی درست نیست. چراغ خودشون خاموش و روشن میشدن. بچه‌ها میگفتن یک زن عجیب داره شبها نگاهشون میکنه. و یه شب مادر خانواده میشنوه یکی از بچه‌ها فریاد میزنه که یه چیزی بالای سرم پرواز کرد. کم کم صداهای زمزمه، نفس کشیدن و رد پاهای عجیب روی سقف ظاهر میشدن. خانواده دیگه طاقت نمیارن. با کلیسای محلی تماس میگیرن و یک کشیش برای پاکسازی میاد. ولی اتفاقی که میفته خیلی فراتر از تصورشونه. در حین دعا درها خودشون باز و بسته میشدن. یکی از صلیب‌ها از دیوار پرت میشه. کشیش همون شب میگه من فقط یک بار دیگه تو عمرم همچین انرژی تاریکی حس کرده بودم. اونم قبل از یه جنگیری واقعی بود. و وقتی میخواد خونه رو ترک کنه ماشینش روشن نمیشه حتی تا چند ساعت. افراد مختلف چیزهای عجیبی میدیدن. یک مرد با لباس قرن 18 که کنار درخت ایستاده، یک زن بی صورت توی پنجره طبقه بالا، حتی موجوداتی شبیه سایه که فقط توی دوربین دیده میشن و نه با چشم معمولی. یک بار یه تیم تحقیقاتی میره اونجا و ضبط صوتشون اینو ثبت میکنه. Wilhelm, we know you're here. Are you the one scaring the spirits away? Did you guys hear that? What's that? You heard that too? Oh my god, don't scare me, stop me! Wait. Don't scare me, I heard that too. What the? I heard, did you hear that? What? Wait, that's... Wait, is Whoa. it? همشون فرار میکنن و دیگه حاضر نمیشن که برگردن. یوتیوبرهای زیادی رفتن اونجا. تیم گوست فایلز میگه که توی این خونه احساس میکردن یه چیزی پشتشون وایساده، ولی وقتی برمیگشتن هیچ کسی اونجا نبود. توی یه ویدیوهای دیگه صدای جیغ ضبط میشه که فقط توی یکی از میکروفون‌ها افتاده، نه توی دوربین اصلی. حتی این خونه رو جزء سازمان‌های ماورایی هم ثبت میکنن که به عنوان یکی از 5 مکان تسخیر شده واقعی توی آمریکاست. بعضیا میگن اونجا قبلا محل اجرای مراسم شیطانی بوده. بعضیا هم میگن یه قتل دست جمعی توی جنگل داخل آمریکا اون نزدیکی‌ها رخ داده و ارواح اونا هنوز هم اونجا. و بعضیا هم میگن اونجا یه دروازه به دنیای دیگه است، یه چیزی بین این دنیا و اون دنیا. حالا اگه ازت بپرسن تا حاضری شبی توی هینزل هاوس بمونی با این همه اتفاق، فیلم، صوت و گزارش، جواب چیه؟ نظرتون توی کامنت ها بنویسید. و اگه هنوز نخوابیدی یه داستان دیگه هم برات دارم، اما اون برای یه شب دیگه است.